سلام، یک بار دیگه با گوکن در خدمتتون هستم با آموزش زیرنویس فارسی در VLC پلیر. خب ابتدا باید در مکینتاش VLC پلیر رو دانلود کنیم از سایت ویدیولند. برای این کار سافاری رو باز میکنید، در نوار آدرس عبارت VLC پلیر رو جستجو میکنید. این جستجو در گوگل سرچ انجام میشه. بعد از اینکه سرچتون انجام شد شما راهنمایی میشید به سایت ویدیولند و از اینجا بسته به سیستم عاملتون خود سایت بهتون برنامه مناسب رو برای دانلود ارائه میکنه. دانلود فایلی مقداری زمان بره، برای همین ما اون بخش رو دقیقا ازش میپریم. همونطور مشاهده میکنید الان روی بخش دانلود قرار گرفته VLC پلیر. روی نمایش برای در خوانده کلیک میکنیم. همونطور که مشاهده میکنید VLC پلیر در حال دانلود، نوار انتظارش در حال پر شدن، همزمان با اینکه فایل در حال دانلود شدن. بعد این برنامه دانلود شد روش دابل کلیک میکنید، برنامه باز میشه. اصولا تمام فایل DMG به این صورت باز میشن که یک منوی به شما نشون میده که شما با درگ کردن آیکون برنامه به درون فولدر اپلیکیشن میتونید اون برنامه رو نصب کنید. خب بعد از اینکه این کار انجام دادید اتومات برنامه به فولدر اپلیکیشن در درون فایندرتون منتقل میشه. پس از اون شما هر موقع به بخش اپلیکیشن فایندر مراجعه کنید میتونید برنامه‌تون ببینید. حالا برنامه VLC پلیر رو فعال میکنید. بعد از اینکه اجرا بشه به شما اخطار میده که این برنامه رو از اینترنت دانلود کردید، آیا مطمئنید که میخواید اجرا شه؟ شما اوپن رو بزنید چون از برنامه مطمئن. بعد اینکه VLC پلیر باز شد شما برای اینکه زیرنویس رو بتونید فعال کنید از درون منو بار منو VLC رو انتخاب میکنید. شما از بخش لنگویج میتونید زبان منو VLC پلیر رو به فارسی تغییر بدید. همچنین برای تغییر سابتایتل به زبان فارسی از بخش دیفالت انکودینگ باید زبان رو به عربیک ویندوز تغییر بدید. بعد از اینکه سیو کنید و برنامه خارج شید با ورود بعدیتون به برنامه این تنظیمات ثبت میشه. مرسی و ممنون از توجهتون.